ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ابو عبدالله رودکی. ابو عبدالله رودکی قافله سالار ادبیات تاجیک و فارس. رودکی در واقع وصاف و ترنمگری به همتای ارزش‌های والا و ابدی معنوی، وطن پرستی، آدمیت، عدالت‌خواهی، دوستی و رفاقت، سخاوت و نکوکاری و خیراندیشی بود. از این لحاظ اگر گوییم که رودکی شاعر همه دور و زمانها بوده، شعر عالمگیری او جوابگوی نیازمندی‌های همه نسل‌های انسانیت است، کمال حقیقت خواهد بود. خدمت رودکی در تکامل زبان تاجیکی فارسی نیز خیلی بزرگ است. محض او و معاصرانش این زبان را به حد صیقل دادند که آن به زبان معیار علم و ادب تبدیل یافته، باعث ماندگاری و گسترش پیدا کردن آن گردید. و امروز این زبان نه تنها به مردم تاجیکستان، ایران، افغانستان و دیگر فارسی گویان خدمت می‌کند، بلکه چون زبان بین المللی عصرهای زیاد در رواج علم و ادب و فرهنگ اهل آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای خرد، هند و پاکستان و کشورهای دیگر تأثیر کلان گذاشته است. استاد رودکی نخستین شاعری در حقیقت ملی تاجیک بوده، با ایجاد اشعار عالی، تبلیغ ارزش‌های بزرگ اخلاقی و فلسفی و کاربست کلمه و ترکیب‌های ساده و روانی تاجیکی، شعر ما را به مسند شاهی برداشت و کاخ پرجلال و بیگزند ادبیات تاجیک و فارس را بنیاد گذاشت. هنوز 1100 سال پیش این شاعر متفکر خلق تاجیک با کلام حکمتبار خود دل مردم فارسیگو را تسخیر کرده بود که این محبت و صمیمیت گرم در قلب‌های مردم ما و خلق‌های گوناگون عالم تا هنوز زنده است. زبان شعر رودکی زبان معیار و زبان ادبی ماست که آن را با گذشت قریب 12 عصر ما امروز نیز استفاده می‌بریم و با شعر رودکی هر روز سخن می‌گوییم. یعنی زبان رودکی زبان زنده خلق تاجیک است و بزرگی و حشمت شاعر متفکر نیز در همین نکته بیان می‌گردد که گویا شعر رودکی در زمان ما سروده شده باشد. خود شاعر در این مورد می‌فرماید: چو در پاش گردد به معنی زبانم، رسد مرحبا از زمین و زمانم. محققان و دانشمندان استاد رودکی را برحق آفتاب گوهر ساسان و فروغ دوده سامان گفتند، زیرا محض به واسطه آثار رودکی عصر نو، عصر طلایی ادبیات ما به حساب رفته. با مساعدت امیران و وزیران خردمند سامانی، رودکی شهره آفاق گردید. محیط فرهنگی و ادبی آن دوره به اشعار و آثار ابو عبدالله رودکی، ابو شکور بلخی، شهید بلخی، مرادی، رابعه بلخی، خسروانی و دیگران مستحکم گردیده شکوه و عظمت دولت سامانیان را تجسم می نماید. اشعار رودکی با سبک نهایت ساده و روان آفریده شده است که امروز یعنی پس از 11 عصر نیز به هر خواننده فارسی زبان فهم است. رودکی نه تنها شکل و مضمون نظم تاجیک را به تکامل رسانید، بلکه با ایجادیات غنی، گرانبها و ناتکرار خود به سبک خراسانی ابتدا گذاشت که آن را سبک رودکی هم میگویند. او همچنین اساس ادبیات تاجیک و گذشته از آن بنیاد تمام ادبیات فارسی زبان را استوار کرد. نظم کلاسیکی جهان با میراث گرانبهای شاعر بزرگ تاجیکان غنی گردید، ولی افسوس که این گنجینه بی‌بهای سخن و کاخ بلند شعر رودکی بر اثر حمله های اجنبیان در طول 1000 ساله ها خراب شد و تلف و تاراج گردید. از طاق و رواق‌های محتشم این کاخ سخن تا زمان ما پاره و خیشت‌های پریشان باقی مانده است. این ابیات پریشان با زحمت استادان زنده‌یاد صدرالدین عینی، سعید نفیسی، ابوالغنی میرزایف و دانشمندان امروزه تاجیکستان، ایران و افغانستان ذره ذره از خزینه‌های آثار خطی کشورهای شرق گردآوری شد که شماره آنها امروز زیاده از 2000 مصرع میباشد.